امروز میخوایم در مورد ریاضیدان ایرانی، کسی که نامش در فهرست دانشمندان بزرگ ریاضی دنیا به چشم میخوره، صحبت بکنیم. مریم میرزاخانی. او در 22 اردیبهشت سال 1356 در تهران متولد شد. پدرش احمد میرزاخانی مهندس برق و رئیس هیئت مدیره مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد بود. پدر او اهل طالقان واقع در استان البرز. مریم با اتمام تحصیلات ابتدایی با شرکت در آزمون ورودی مدارس سمپاد وارد دبیرستان فرزندگان تهران شد. سال بعد در المپیاد جهانی ریاضی کانادا او با نمره کامل رتبه اول طلای جهانی رو به دست آورد. مریم میرزاخانی به همراه رویا بهشتی اولین دخترانی بودند که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافتند. مریم اولین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت و همچنین او اولین کسی بود که 2 سال مدال طلا گرفت و اولین دانش آموز شرکت کننده از ایران بود که در آزمون المپیاد ریاضی نمره کامل گرفت. مریم دوره لیسانس و فوق لیسانس ریاضی رو در دانشگاه صنعتی شریف طی کرد. وی در سال 2004 با اخذ مدرک دکترای دانشگاه هاروارد به سرپرستی کارتیس مکمالن از برندگان جایزه فیلدز در دانشگاه پرینستون و استنفورد به تدریس مشغول شد. میرزاخانی مدتی در پرینستون درس میداد ولی بعد به استنفورد رفت و کار تدریس و پژوهش رو در آنجا از سر گرفت. او در شهریور سال 1387 یعنی اول سپتامبر سال 2008 در 31 سالگی به درجه استاد تمامی این دانشگاه رسید. او در همین دوران با جان وان دریک، استاد و دانشیار ریاضی دانشگاه استنفورد و پژوهشگر علوم کامپیوتر مرکز تحقیقاتی IBM ازدواج کرد. همسر او اهل جمهوری چکه و از اون یک دختر به نام آناهیتا داره. همسر او در مورد آشنایی خود با مریم میگه که ما اولین بار در سال 2004 در بوستون همدیگر رو دیدیم. او یک فارغ التحصیل ستاره بود که در تز دکترای خود در هاروارد مسائل زیادی رو در حوزه رویه‌های هایپربولا حل کرده بود، اما آنقدر متواضع بود که در یک مهمانی خانوادگی اصلا چنین چیزی را متوجه نمی‌شدید. رفتار او دوستانه و کنجکاو بود و برای اینکه اطرافیانش رو گیج نکنه، دستاوردهای واقعیش رو پنهان می‌کرد. تحقیقات مریم میرزاخانی در حوزه محاسبه حجم فرم‌های هندسی هایپربولا ادامه یافت. اون با پیشنهاد محاسبه عمق حلقه‌های ترسیم شده روی سطوح هایپربولا بهترین راه حل را برای مشکلی که ریاضیدانان سالها در پی اون بودند پیدا کرد. میرزاخانی معتقد بود که جهان از قوانین هندسی هایپربولا پیروی میکنه. به همین علت برای محاسبه اشکالی که فرم هندسی مرتبی ندارند میتوان با رسم حلقه‌ای روی سطوح آنها حجم دقیق اونها رو حساب کرد. در سال 1384 مجله پاپولار ساینس آمریکا اون رو به عنوان 10 ذهن برتر جوان جهان برگزید و در سال 1388 انجمن ریاضی آمریکا جایزه بلومنتال رو به پاس دستاوردهای او در علم ریاضی به او تقدیم کرد و دلایل اعطای این جایزه رو خلاقیت بی‌نظیر و رساله دکترای نوآورانه اون دانست. همسر مریم در مورد نحوه پژوهش او در محیط خانه میگوید مریم کاغذهای بسیار بزرگی را روی زمین خانه پهن میکرد و ساعتها روی آنها نمودار میکشید و یادداشت و معادله مینوشت. من ایده‌ای نداشتم که اون چگونه این کارها رو میکنه، اما نهایتاً جواب میگرفت. مسائلی که مریم روی اونها کار میکرد بسیار انتزاعی و پیچیده بود و نمیشد در مورد آنها قدم‌های منطقی برداشت. خود مریم هم در این زمینه گفته بود ترسیم کردن به تمرکز من کمک میکنه. وقتی به یک مسئله سخت ریاضی فکر میکنید نمیتوانید تمام جزئیات را بنویسید، اما روند ترسیم کمک میکنه رابطه جزئیات رو در ذهن داشته باشید. دختر 3 سالم آناهیتا معمولا فریاد میزند مامان داره باز نقاشی میکنه. شاید هم واقعا فکر میکنه من یک نقاشم. در سال 1393 یا 2014 میلادی مریم میرزاخانی به همراه الکس اسکین و امیر محمدی ثابت کرد که ژئودزیک‌های مختلط و بستارهای آنها برخلاف آنچه گفته میشود نامنظم نیستند، بلکه به طور شگفت‌انگیزی منظمند. آنها ثابت کردند که بسترهای ژئودزیک مختلط خاصیت جبری دارند و میتونن به صورت چند جمله‌ای تعریف شن. به همین دلیل غیر منعطفن. این نتایج شایعه نظریات مارینا رادنر در دهه 1990 میلادی بود.
پیرو همین تحقیقات جایزه فیلدز در سال 2014 به مریم میرزاخانی اهدا شد. جایزه فیلدز معتبرترین نشانه علمی ریاضیاته که هر 4 سال یک بار به برترین دانشمند علم ریاضی زیر 40 سال اعطا میشه. استاد مریم میرزاخانی اولین زن جهان بود که این جایزه رو دریافت کرد. او در این زمان 37 ساله بود و زمانی که ایمیل دعوت به مراسم رو خونده بود، فکر کرده بود ایمیلش هک شده. در تیر ماه سال 1396 اعلام شد که مریم میرزاخانی به علت سرطان سینه در بیمارستان بستری شده. او از 4 سال پیش به این بیماری مبتلا بود و این سرطان به مغز استخوان اون سرایت کرده بود. به همین علت والدینش برای عیادت او به آمریکا رفته بودند. سرانجام در تاریخ 23 تیر سال 1396 مریم میرزاخانی در 40 سالگی چشم از جهان فرو بست. خبر درگذشت این دانشمند بزرگ ریاضیات در طی یک روز توسط اغلب رسانه‌های بین‌المللی پوشش داده شد. انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های گسترده به این ضایعه تاثیربرانگیز به حدی بود که هشتگ مریم میرزاخانی در همان روز به رتبه 10 توییتر رسید. اتحاد بین‌المللی انجمن‌های ریاضی جهان 22 اردیبهشت مصادف با 12 می روز تولد این دانشمند فریخته رو در تقویم جهانی روز جهانی زن در ریاضیات نامگذاری کرد. همسر او میگوید مریم پس از تشخیص سرطان گفت این عادلانه نیست، زندگی عادلانه نیست و زمانی که در یک خانواده عالی به دنیا آمدم هم عادلانه نبود. پس حالا شکایتی ندارم. او همیشه برنامه واضحی در ذهنش داشت و میدونست که چه میخواهد. مریم میرزاخانی سالها پیش گفته بود برای دیدن زیبایی ریاضیات به انرژی و تلاش نیاز دارید. او همچنین تاکید کرده بود که براش مهم نیست دخترش ریاضیدان بشه یا نه و گفته بود امیدوارم دخترم و کلاً همه بچه‌ها ریاضی رو جدی بگیرن و از افرادی نباشن که به محض اینکه صحبت از ریاضی میشه سرشون رو برمیگردونن و میگن ما از ریاضی هیچ چیزی نمیدونیم. بسیاری از مردم این فرصت رو به خودشون نمیدن به ریاضی فکر کنن، در حالی که ریاضی به درست فکر کردن کمک میکنه. او همچنین در آخرین پست فیسبوک خود نوشته بود هرچه بیشتر روی ریاضیات وقت گذاشتم بیشتر هیجان زده شدم. مریم میرزاخانی یکی از بزرگترین نوابغ قرن 21 بود که با پشتکار علاقه به ریاضیات تونست در یکی از دشوارترین رشته‌های علمی جهان جایگاهی بی‌نظیر کسب کنه. So when she was reflecting on her really terrible misfortune when she was diagnosed with cancer, she was saying, well, life is not fair. When I was born in a loving family, I was born with a smart head. I was born with good people around me. I didn't complain either how unfair it is. Many people in the world don't have all these things. So why should I complain now? And she really didn't complain about anything ever. So she said, don't be too quick to cry for me. There's a lot of trouble in the world, actually, especially now. Cry for those who are close to you that you can actually help. She didn't want to be seen as a victim. She was described as a role model, and I was thinking quite a bit about what that means. So a role model, maybe somebody in whose footsteps you're supposed to follow. Well, maybe, but Mariam was not an easy person to imitate. She was quite special. She didn't care a lot about many things that people enjoy, celebrations, parties. She didn't have a lot of time for it. She knew exactly what she wanted to do. She had a very clear plan. And she didn't worry about what people say. Some people criticize her. She didn't care. She really knew what she wanted to do. She had a very strong mind. But by the way, our life was not just math. She was a very good swimmer. She would beat me at swimming even like 6 months before she passed away. She was still faster. She would have loved to run the marathon one day. That was her dream. Never happened. She loved public radio. I want to say that. Her favorite show was This American Life. She liked stories of people who were different, maybe less fortunate. She really felt strongly about people who are not so lucky.